امروز دوشنبه است، 13 مرداد 1404. خدایا دلتنگی یه چیز عجیبیه. یه لحظه میاد همه وجودتو میگیره و فقط سکوت میذاره برات. گاهی یه بوی خاص، یا آهنگ قدیمی، یا حتی یه جای خالی سر سفره یهو میزنه زیر دلت. خدایا کاش میشد فقط یه بار دیگه صداشو بشنوم. هیچ کس نمیفهمه این دلتنگی چجوری میسوزه جز خودت. خدایا تو که شاهد تمام اشکامی، تو که صدای بغضم و قبل از لرزش گلوم میشنوی، تو که خوب میدونی من هر شب با خیال اون خوابم میبره، پس بیا و به حق همین ماه سفر به همه اونایی که دلتنگ عزیزانشونن صبر بده. همون صبری که خودت خوب بلدی آرومش کنی. الهی آمین.